اول و آخر از خدا میخواهیم، یعنی دعا میکنیم، دستامون رو به دعا به درگاه خدا بلند میکنیم برای بارش رحمت الهی در سرچشمه ها و در بفرمایید مبادی ورودی زاینده رود که انشالله بارش و رحمت الهی جاری بشد. این اولا. بعد از دولت مردان میخواهیم که دولت مردانم برنامه ریزی بکنن، همان گونه که برنامه ریزی هایی شد برای احیاء دریاچه ارومیه، همینجور انشالله برنامه ریزی بشد با دقت تمام برای احیاء زاینده رودی که مال همه اصفهان بلکه مال همه ایران است. و انشالله زاینده رود مال همه ایرانه، فقط اصفهان نیست. اصفهان در واقع بفرمایید که سر ایران حساب میشد، مرکز ایرانه، ستون فقرات ایرانه و زاینده رود مال شهر اصفهانه و تعلق به اصفهان و ایران دارد و باید جاری بشد و انشاءالله هم جاری میشد. ما وقتی شنیدیم دوستانمون، عزیزانمون، کشاورزان شرق و غرب آمده اند و همت کردند، با دوستان گفتیم باید بیام و از شماها حمایت کنیم و الان آمدیم فقط به این عنوان که بدانید که روحانیت اصیل اصفهان، حوزه علمیه اصفهان و هر انسان با شرافتی در کنار شماست، با شماست و از شما حمایت میکند برای اینکه شما چیزی جز حق خودتون و چیزی جز صفا و صمیمیت و زندگی برای اصفهان و اصفهانیان و برای ایران نمیخواهید. بنابراین انشاءالله دست خدا پشتیبان شما باد و انشاءالله بارش رحمت الهی بر این مردم پاک و خیر و بزرگوار نازل بشد و انشاءالله به زودی این رود رو ببینیم که آب درش جاری بشد. من یادم است این رودخونه، بله، آب اینقدر داشت که تا نزدیک خیابون، این اسفالتی که شما میبینید تا اون بالا آب بود. پل خواجو که میبینید این جایی که دهنهای بالاییش آب از اون دهانهای بالا جاری میشد. یه وقتی ما یادمونه اینقدر آب بود، یه وقتی یادمونه به ما میگفتن دعا کنید آب اینقدر پشت سد بله میگفتن او وقت شاه عباس، حالا اسمشو شما بگون من نمیدونم، بله پشت سد اینقدر آب هست که میترسن سد بشکنه و سد طاقت نداره. دعا کنید سد نشکنه. اینقدر آب پشت این سد بود. اما حالا چه کردن و چه کردیم که کار به اینجا رسیده است من نمیدونم، ولی امیدواریم باز بفرمایید که این رودخانه رو جاری ببینیم، پر آب ببینیم، حیات انشاءالله به این رودخانه و جریان برگردد و شما مردم خوب اصفهان همه خوشحال بشید که رودخانه جاری شده است. انشاءالله دولت مردانم صدای من و شما را خواهند شنید و با یک برنامه ریزی معقول و صحیح
کاری خواهند کرد که رودخانه زاینده رود برای همیشه و جاودان جاری بشود انشاءالله. من از طرف روحانیت شهر اصفهان و حوزه علمیه دست تک تک این عزیزان کشاورز را که اینجا آمدن همت کردند و این چادرها رو به پا کردند و این مجلس رو برقرار کردند، من دست تک تک اونها رو میبوسم. خدا انشالله همشون رو حفظ کند و انشالله حیات به زاینده رود ما که زنده رود است، که اگر باشد زندگی هست، بازگردد به حق محمد و آل محمد.